سلام به همه، امید است جور صحتمند باشید. امروز ما میخوایم که اه، به شما از هفتگی تا به 15 دقیقه تایم فریم 15 دقیقه چه قسم مارکت تحلیل میشه، چه قسم سیارتی را سیارت های درست میتونیم انتخاب کنیم، چه قسم میتونیم در تایم کی تایم ترید کنیم و در کدام تایم ها ترید کنیم، اوردر بلاک. همه اینا را از اول از صفر تا به آخرش بر شما تشریح میکنم. امید است از این ویدیو شما چیزی یاد بگیرید و این ویدیو یک کمی طولانی خواهد بود. لطفا در پیش خود قلم و کتابچه داشته باشین، نوت خود بگیرین و این ویدیو را یک بار تماشا نکنین، چندین بار تماشا کنین، چون شما با یک بار تماشا کردن متوجه بعضی نکات مهم نمی باشین، شده نمیتونین. یعنی از اینکه یک بار تماشا کنین چندین بار تماشا کنین که خوب بهتر یاد بگیرین. مطمئن هستم که شما هر بار تماشا کردن یک چیز نو شما متوجه میشین. خب شروع میکنم دوستا. قسمی که اینجا میبینین تایم فریم یورو یو اس دی است، تایم فریم ویکلی است. قسمی که میبینین چارت نیکد چارت است، یعنی تحلیل نشده. ایره ما چه قسم بتونیم تحلیل کنیم؟ به طور مثال مثلا شما اینجا میبینین سوینگ های است و اینجا سوینگ لو است. مارکت بیرش است، مارکت بیرش است. هر وقتی که ما فهمیدیم که مارکت بیرش است، بعد از او ما چی میکنیم؟ اینجا طول خود استفاده میکنیم که دیلینگ رنج، یعنی دیلینگ رنج خود پیدا میکنیم. به خاطر دیلینگ رنج استفاده کردن ما چرا استفاده میکنیم؟ اینجا قسمی که میبینین پریمیوم اند دیسکاونت است. پریمیوم اند دیسکاونت چه قسم استفاده میشه دوستان؟ پریمیوم اند دیسکاونت شما باید سوینگ های پیدا کنین و سوینگ لو پیدا کنین. سوینگ های و سوینگ لو پیدا کردین، بعد از او میتونین از اینجا، از اون نقطه ای که سوینگ های است تا به پایین، بالای 50% پریمیوم گفته میشه و بالای پایین ببخشین بالای 50% پریمیوم گفته میشه و پایینش دیسکاونت گفته میشه. پرایس اگر اینجا باشه، این 50% اکویلیبریم میگن و بالای اکویلیبریم چی میگن؟ پریمیوم. خب اینجا ما زیاد چیزا را انجام دادیم. مثلا قسمی که ببینین مارکت بیرش است، بیرش بودن مارکت فهمیدیم. بعد از او سوینگ های و سوینگ لو چی کردیم؟ انتخاب کردیم. بعد از او پریمیوم اند دیسکاونت خدا استفاده کردیم. پیش میریم دوستان. بعد از اینکه پریمیوم اند دیسکاونت با نقاط مهم استفاده کردم، حالا ما منتظر چی هستم؟ اینجا پرایس دا دیسکاونت است، داخل دیسکاونت است. هر وقتی که داخل پریمیوم رسید، بعد از اون ما چی میکنیم؟
دست به عمل میزنیم، یعنی به گفته انگلیسی ها we will take action. اینجا منتظر چی هستیم؟ به پریمیوم برسه پرایس. حالا داخل پریمیوم چی چیزا مهم است که ما باید چی کنیم در نظر بگیریم؟ مثلا داخل پریمیوم باید چی باشه؟ اوردر بلاک و یا هم CIST FEG میتونه ریجکشن بلاک باشه و یا هم proportion بلاک باشه. به خاطر ترید کردن اینا بسیار مهم است. ما دفعتا نمیتونیم داخل هر وقت که پرایس داخل پریمیوم رسید ما نمیتونیم دفعتا چی کنیم؟ ترید خود بگیریم. از خاطر داخل پریمیوم باید این کی لیول ها را باید داشته باشیم. اوکی، این کی لیول ها را باید داشته باشیم. حالا اینجا مثلا میبینین دوستا داخل پریمیوم ما چی داریم؟ FEG داریم. چی است؟ FEG. داخل پریمیوم FEG داریم، یک کی لیول است. فعلا ما پریمیوم اند دیسکاونت خدا حذف میکنم. کی لیول خود انتخاب کردم دوستا. حالا CRT خود انتخاب میکنم. CRT هفته‌وار weekly CRT. اینجا weekly CRT CRT انتخاب شد. سوینگ های سوینگ لو شناسایی شد. پریمیوم اند دیسکاونت هم استفاده شد. کی لیول هم پیدا کردیم. کی لیول خودم CRT خودم انتخاب کردیم. حالا ما چی هستیم؟ حالا ما منتظر پرایس هستیم که داخل چی بیایم؟ با کی لیول ما به سطح کلیدی ما چی کنه؟ تچ کنه. پیش میریم دوستان. قسمی که میبینین این دو کندل داخل CRT رنج است. ما هیچ تریدی در داخل از این نمیگیریم. پیش میریم. آها، قسمی که میبینین اینجا کندل دومی چی کرد؟ رنج کرد، بالاخره رسید به کی لیول ما. بعد از این قدم هدف بعدی ما چی هست دوستا؟ 4 hour time frame میریم. حالا چک میکنیم که اینجا سناریو چه قسم است. اینجا میبینین دوستا که کندل 4 hour کندل آمد. CRT در کی لیول ما تچ کرد. CRT هم گرفته شد. لیکویدیتی پرچ صورت گرفت. قدم بعدی چی است؟ اینجا باید ما اینجا منتظر چی باشیم؟ بسیار مهم است دوستان. اینجا حالا ما تایید شدن اوردر بلاک هستیم که اوردر بلاک ما باید چی شوه؟ کانفرم شوه، یعنی تایید شوه که ما مطمئن شویم که پرایس چی میکنه؟ پایین میره. ما این انالیز خود حتی یادتان باشه در تیک تاک خود، در اینستاگرام خود پست کرده بودم. شما تعقیب اگر میکنین میتونین چکش کنین. این انالیز ما خودم در سوشال میدیا خود پست کرده بودم پیش از اینکه پرایس پایین بیه.
حتی به این شکل بود که چیز بود، آنالیز خود کرده بودم. حالا بالای از او زیاد بحث نمیکنم. من منتظر چی بودم؟ آردر بلاک قسمی که نو پیشتر بالایش گپ میزدیم. منتظر بودم جا پرایس یک کم رنج کرد. اینجا میبینین دوستا چه شد؟ آردر بلاک ما تایید شد. بعد از این ما قدم بعدی چی بود؟ منتظر چی بودم؟ منتظر ای بودم که پرایس بیاید اینجا به این قسمت کی لیول ما به این شکل در کی تایم لیکویدیتی پرش صورت بگیره و سی آر تی صورت بگیره. ما چی کنم؟ در 15 دقیقه سل کنم. منتظر بودم دوستا. پرایس چی شد؟ آمد در کی لیول ما تچ کرد، در اوردر بلاک ما تچ کرد. ولی اینجا بسیار مهم است دوستا، متوجه باشین. پایین نگاه کنین دوستا، تایم مناسبی نیست. ما در کدام تایم رو ترید میکنیم؟ تایم هایی که 1 AM است، 5 AM است و یا هم 9 AM است. اینجا 9 AM نبود، 5 AM هم نبود، 1 AM نبود، فقط 13 AM بود که یک بجه بعد از ظهر به وقت نیویورک میشه. منتظر بودم، پیش رفتیم، میبینیم. حالا این کندل خودم رنج خود انتخاب کردم. به خاطر چی؟ کندل 9 PM است، 21 PM 9 PM میشه. کندل بعدی که باز میشد کندل چی بود؟ کندل 1 AM بود. از او خاطر من کندل خود چی کردم؟ رنج خود انتخاب کردم، چون در کی لیول ما تچ کرده بود به این قسمت در اوردر بلاک. اوردر بلاک خود فعلا این طرف میگیرم چون ضرور نیست. حالا رفتم به 15 دقیقه پیش رفتم، منتظر لیکویدیتی پرچ بودم. لیکویدیتی پرچ صورت گرفت. اوردر بلاک خود انتخاب کردم. اینجا MCRT منتظر تاییدی اوردر بلاک بودم که اینجا تایید شد. اینجا که تایید شد من لیمیت خودم مانده بودم، اینجا سل لیمیت خودم مانده بودم و تارگتم هم 1/3 بود. میبینین اینجا سل لیمیت اکتیو شد، اینجا فعال شد و منتظر بودم پیش میریم. 1/3 اینجا داد دوستا، قسمی که میبینین. گرچه کمی رنج کرد، دوباره هم اگر منتظر می بودیم به خاطر اگر سپرید چیزا. یک ورسه خود می گرفتیم به این شکل. ما ترید خود در یک اکاونت خود 1/3 گرفتم، در یک اکاونت خود 1/2 گرفتم و 1/2 گرفته بودم. ایره ما شیر کرده بودم. شما همراه شما دوستا میتونین شما چک کنین دوباره. و روزهای بعدی دوباره رفتم 4 hour time frame. درون لیکویدیتی ما کجا بود؟ درون لیکویدیتی ما اینجا بود. ما از اینجا تا به اینجا طرف ما معلوم بود، چون کار CRT همین است، ساده ساختن پرایس اکشن است. شما راه خود گم نمیکنین. یک بار که CRT خود انتخاب کردین در هر تایم فریم باز میفهمین که بسته یک هفته تا CRT لو CRT های گرفتن پرایس چه قسم تعقیب کنیم. ساده سازی CRT
هیچ استراتژی نداره که CRT داره. حالا من بر شما نشان میدم که هدفم از این صحبتایم چی بود. پیش میریم. اینجا قسمی که میبینین دوستا، اینجا یک ترید گرفته بودم یادتان باشه. اینجا ما چی داریم؟ ریجکشن بلاک داریم. اوکی. اینجا دوباره چی شد؟ پرایس در اوردر بلاک ما دوباره تچ کرد و اینجا SMT هم صورت گرفت. با چی؟ SMT GU با پاوند SMT صورت گرفت. شما میتونین SMT را باز دوباره کنترل کنین. مثلا این یورو است، یورو USD است. میبینین این های این لو گرفته نتونسته. این کندل دیگر گرفته نتونسته. تاریخ هم چند است؟ تاریخ هفته فروری یا هفته جولای ساعت 1 کندل است. این هم کندل ساعت 1 است، 20 جولای است. د پاوند چه قسم های گرفته؟ به این شکل. به این شکل های گرفته ولی د یورو گرفته نتونسته. SMT صورت گرفته. از خاطر ما چی کردم؟ منتظر چی بودم؟ منتظر 1 AM بودم. اینجا ما رنج خود انتخاب کرده بودم، یعنی CRT خود انتخاب کرده بودم به این شکل و رفتم در 15 دقیقی به این شکل منتظر بودم که لیکوریتی پورچ صورت بگیره. لیکوریتی پورچ صورت گرفت. اینجا اوردر بلاک ما انتخاب شد، یعنی تایید شد. ببخشین. بعد از اون چی کردم؟ سیل خود گرفته بودم اینجا به این شکل 1/3 به اینجا 1/3 و یا هم 1/2 پیش میریم به این شکل. ما این ترید به نظرم 1/3 گرفتیم. یک پول بک هم داشت به این شکل. بله ها، یک پول بکی داشت. 1/3 گرفتم و قسمی که میبینین دوستا هیچ چیزی نو نیست. همون چیزای کهنه است، همون چیزای که خسته کننده است. چیزای نو. هر روز با چیزای نو نمیایم اینجا. فقط همون چیزایی که قبلا گفتم همون چیزاست. تایم، CRT، کی لیول، کانتکست بازار، همیناست. چیزای نو نیست دوستا. اینجا هم یک ترید ما چی شد؟ TP خورد. روزای بعدی دوستا دوباره پیش میرم. رفتم 4 ساعته. روز بعدی دوستا اینجا ما منتظر چی بودم؟ پرایس بیای به پریمیوم. سوینگ های سوینگ لو خود انتخاب کردم و منتظر پرایس بیای در پریمیوم. داخل پریمیوم چی داشتیم؟ یکی لیول داشتیم. اینجا FG بود و ما 1 AM رنج خود انتخاب کردم. اینجا 1 AM رنج خود انتخاب کردم. رفتم در 15 دقیقی. اینجا منتظر چی بودم؟ liquidity purge. اینجا liquidity purge صورت گرفت. change in state of delivery اینجا هم صورت گرفت. ما سیل خود اینجا گرفتم به این شکل 1/2 به این شکل. یک چیز متوجه هستین دوستا؟ چیزی نوی نیست. همیشه یک مدل است، یک سیستم است، یک استراتژی است.
چیز نوی نیست. شما رای خود گم نمیکنین هر وقت که CRT را گرفتین. روزهای بعدی دوستان پیش میریم. روز بعدیش دوباره من منتظر چی بودم؟ پریمیوم اند دیسکاونت، سوینگ های سوینگ لو خود انتخاب کردم. اینجا چی بود؟ در پریمیوم ما چی داشتیم؟ آردر بلاک داشتیم. اینجا ما منتظر پرایس بودم که در آردر بلاک برسه و ترید خود بگیرم. اینجا 1 AM کندل آمد. CRT خودم انتخاب کردم به این شکل. رفتم 15 دقیقه. اینجا چی شد؟ اینجا لیکویدیتی پرچ صورت گرفته بود. به اینجا ما ترید خود گرفته بودم. لیکویدیتی پرچ صورت گرفته بود. ما ترید خود آردر بلاک خود اینجا انتخاب کردم و سل خودم اینجا گرفته بودم. 1/3 بود. اما متاسفانه این ترید SL خورد، استاپ لاس خورد. شما میتونین کنترل کنین که من یک استاپ خورده بودم او را هم شیر کرده بودم. و روز بعدیش بسیار جالب بود. منتظر چی بودم؟ منتظر این های بودم که لیکویدیتی پرچ صورت بگیره، بعد از او CRT صورت بگیره. و اینجا چی داشتیم؟ کی لیول داشتیم. با کی لیول هم تچ کنه. همون قسم هم شد. اینجا لیکویدیتی پرچ صورت گرفت، در کی لیول هم تچ کرد. ما پیش رفتم. اما متاسفانه که اینجا چی شد؟ CRT صورت نگرفت متاسفانه. با پرایس پایین آمد. اینجا با GU SMT صورت گرفته بود ولی تایمش مناسب نبود. ما بدون تایم ترید نمیکنم. از خاطر از این ترید گذشتم. منتظر بودم روز بعدیش. روز بعدی هم بسیار خوب بود. فرصتی خوب بود. دوباره چی کردم؟ مثل همیش پریمیوم اند دیسکاونت. منتظر پریمیوم بودم. اینجا یک چی داریم؟ کی لیول داریم. change in stop delivery است. چی شد؟ پرایس رنج کرد. اینجا بالاخره در کی لیول ما تچ کرد. دوباره منتظر بودم. کندل بعدی باز شد. کندل بعدی را ما چی کردم؟ CRT خود انتخاب کردم. به خاطر چی؟ اینجا تایم مناسب نیست که این کندل ما اگر CRT خود انتخاب میکردم. میبینین دوستا، شما اگر تایم متوجه نباشین، همه چیز هم داشته باشین، بازم ترید شما پلاس میره. به خاطر چی؟ حالا من شما را متوجه میسازم. کندل بعدی که 1 AM است که باز میشه، چه کی تایم است نه؟ این کندل ما چی کردم؟ CRT خود انتخاب کردم. رفتم 15 دقیقه. منتظر لیکویدیتی پرچ بودم. اینجا لیکویدیتی پرچ صورت گرفت. آردر بلاک خود انتخاب کردم. اینجا سل لیمیت ماندم. اینجا به نظرم سل خود اینجا گرفتم چون نزدیک بود. 1/3 بود به نظرم که ترید خود گرفتم. دقیق یادم نیست فعلا. ولی ترید همین قسم بود به این شکل. میبینین دوستان تایم چقدر مهم است. شما اگر این کندل اگر میگرفتین، این کندل
اوردر بلاک خودم ایرم انتخاب میکردین چی میشد؟ میامد پرایس استاپ شما را میزد. ولی ما چی میکنیم؟ با تایم ترید میکنیم. تایم بسیار مهم است. تایم 1 am شروع شد، از اینجا لیکویدیتی پرچ شد و اوردر بلاک ما تایید شد. رفتم دوباره پیش رفتم، اینجا قسمی که میبینین یکم رنج کرد، 1/3 ما را داد. و دوستای عزیز، حالا 4 ساعته ما دوباره میرم قسمی که میبینین از کجا شروع کردم تا کجا آمد پرایس. اینجا چندین فرصتی بود، 2 هفته میشه چندین فرصت ها را نمیدونم شما گرفتین نگرفتین، ولی ما گرفتیم. کسایی که سبک CRT را ترید میکنن، ما این ترید را گرفتیم، شما را نمیدونم. امید است که از این ویدیو شما چیز یاد بگیرین دوستا. امید است که نوت خود گرفته باشین. قسمی که تشریح کردم چیزی نو نیست دوستا. ما مثل دیگرها، مثل تریدر خدا میگن، مثل اونا هر روز با چیز نو نمیایم. همیشه تریدای خدا نشان میتونم در کدام تایم ها ترید میکنم، در کدام تایم ها ترید شده، در کدام کندل ترید شده، در کدام اوردر بلاکی ترید شده، همگیشه ما به شما نشان میتونم. همیشه لاسای خدا و وینای خدا همه چیز نشان میتونم. در کدام تایم ترید گرفته شده بسیار بسیار مهم است. هیچ سبکی، هیچ استراتژی ایره تشریح نمیکنه. در قصه ایشان نیستن بریک اف استراکچر شد ترید بگیریم. در کدام زمان، در کدام تایم، اصلا با اونا مهم نیستن. 1-2 دانه تریدشان که توکلی خوردن پست میکنن، غال مغال مندازن که ما این ترید گرفتیم. دوستای عزیز، کسی که شما تریدر میگین بگوین که هیستوری خود شیر کنه، قسمی که من شیر میکنم، و تریدای خود شیر کنن و تشریح کنن که در کدام تایما ترید میکنن. تریدایی که توکلی گرفتن، در کدام قسمت گرفتن، اصلا مهم نیستن. باید تریدایشان در تایم مناسب گرفته شده باشه. از او خاطر شما به هر تریدر اعتماد نکنین، به من اعتماد نکنین حتی، ولی به سیستمی که من تشریح میکنم باید اعتماد کنین. همین قدر بود. موفق باشین. روز شما خوش.